سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه از کانال آز گیم اکشن خوش اومدید. توی این قسمت از ویدیو میخوام بهتون ماموریت های سن 11 کال آف دیوتی موبایل یاد بدم. این سیزن واقعا ترکونده. اول از همه اینجا میگه که با UAV 5 بار از UAV تو مولتی پلیر استفاده کنید. UAV یس کورتکس اگه اشتباه نگفته باشم این هستش. UAV با این باید فقط ازش استفاده کنید، نیازی نیست کسی رو بکشید. بعدش میگه با شاکارسی تو مولتی پلیر دوباره 10 بار استفاده کنید، نیازی هم نیست اینم بکشید. شاکارسی این ماشین برقی هستش که تا به این میرسه برق نمیو میگیره. در ادامه میگه که با سنتری گان تو مولتی پلیر 20 انمی رو بکشید. سنتری گان هم الان نشونتون میدم. سنتری گان نه این نیست، این هست سنتری گان. با این باید دشمن بکشید تو مولتی پلیر. در ادامه میگه با پرسیستنس پرک 20 دشمن رو در مولتی پلیر بکشید. اینا پرسیستنس این پرک هستش. با این پرک ها برای خودتون بزنین و به تعدادی که گفته انمی بکشید. در ادامه میگه از Advanced UAV 10 بار استفاده کنید تو مولتی پلیر. Advanced UAV این هم همینجا هستش، این UAV هستش. از این باید 10 بار استفاده کنید تو مولتی پلیر. در ادامه که میشه آخریش میگه که سکور تریک های انمی که این هست باید با با این FHG بهتره کنیدش. از این نه با این از اون بردارین براتون استفاده نمی کنید، چون با این گفته بکشید چیزشون رو بهتره کنید. در ادامه میگه از تاکتیکال اکویپمنت یعنی همینا، فلش، رند، دوتسا، از اینا باید فقط استفاده کنید. در ادامه میگه 20 دشمن رو در مولتی پلیر با پرک تاکتیکال ماسک بکشید. پرک تاکتیکال ماسک این تو این پرک، تو این هم نیست. بله این پرک هستش، با این باید بکشید. در ادامه میگه که با پرک کویک فیکس 20 دشمن رو بکشید. پرک کویک فیکس هم این پرک هستش. در ادامه میگه که سکور تریک های انمیو که میشه این انمی همین UAV و اینا، میگه با یه EMP نابود کنید. EMP هم الان نشونتون میدم، این ور نیستش، با این ور نابود کنید. در ادامه میگه که از پرک تاکتیکین 20 دشمن رو بکشید که این پرک هستش.
حالا خب ممنون که این ویدیو رو تا تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یه لایک منو مهمون کنید. خدا نگهدار.